تو هم اگه این شاتگان وان پانچ رو میخوای تا آخرین ویدیو همراه من باش. سلام بچه ها، من مستر محمدم. امیدوارم حالا دل همتون خوش باشه. تو این ویدیو خیلی خفن با آموزش خفن با انرژی خیلی زیاد برگشتیم و همینطوری که از تایتل ویدیو فهمیدید میخوایم این شاتگان خیلی خفن وان پانچ رو به صورت رایگان دریافت کنیم. این شاتگان درست فایل ولی دمیج و ایناش هم اثر داره. این شاتگان خیلی خفنه. من اول همیشه خودم تست میکنم و بعد آموزشون میزنم و این شاتگان اصلا بند نداره، بلک لیست نداره، هیچ چیزی نداره بدونه، یعنی 100% تضمینی. خب ما اول یه لون ولف استارت کنیم. واقعا شاتگان خیلی بچه خفنه، اونم رایگانه. اگه دوست دارید از این آموزش خیلی زیاد بذارم داخل کامنت ها واسم بگید. گیم بزنیم و داداش نه بابا ولش کن. یه لون ولف میخواستیم بریم، نه بابا نمیرم. خب شما واسه دریافت این شاتگان فقط کافیه وارد چنل تلگرام من بشید و عضو بشید و فایل و همه چیزاشو داخل چنل تلگرامم گذاشتم و داخل کامنت های این ویدیو میذارمش. خب شما بعد اینکه وارد چنل تلگرام من شدین این دوتا فایل رو میبینین که شما باید این برنامه ZArchive رو باید نصب کنید که با روی یه ضربه زدن روی فایل این برنامه رو به راحتی میتونین نصبش کنید. بعد اینکه نصب کردید روی این فایل پایینی کلیک میکنید. بعد اینکه کلیک کردید اینجا دو تا فایل میاره، اولی فری فایر مکس، دومی هم فری فایر ساده است. روی فری فایر ساده نگه میداریم. حالا کپی رو میزنیم. بعد اینکه کپی رو زدیم اینجا گزینه اندروید از بالایی چهارمی روی اندروید که زدین حالا میایید وارد این بخش از بالایی ششمی، اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی دیتا رو انتخاب میکنید. بعد اینکه دیتا رو انتخاب کردید این پایین شکل دفترچه طوری است. روی این دفترچه بزنید وارد اینجور صفحه میشید که اینجا جایگزین نوشته. روی جایگزین که بزنید آرشیو با موفقیت استخراج شد و شما به همین راحتی صاحب این شاتگان وان پانچ خفن شدید. خب دوستان اگه از این ویدیوی خیلی خفن خوشتون اومده باشه حتما داخل کامنت ها بگین و این ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید. خدا نگهدار، مراقب خودتونم باشید.